سلام دوستان عزیزم، شهر زیبای اصفهان هستیم و اومدیم به مسجد شیخ لطف‌الله خان. مسجد شیخ لطف‌الله یه اثر معماری منحصر به فرده که در اصفهان واقع شده و جزء میراث جهانی یونسکوه. این مسجد در دوران صفویه در اوایل قرن 17 میلادی در زمان شاه عباس ساخته شده. مسجد شیخ لطف‌الله به دلیل طراحی منحصر به فرد و پیچیده شناخته شده و اونو به یکی از جاذبه‌های دیدنی تبدیل کرده. این مسجد در مقابل عمارت عالیقاپو و همسایگی مسجد شاه قرار داره. مسجد شیخ لطف‌الله در ضلع شرقی میدان نقش جهان که یکی از بزرگترین میدان‌های جهان هست قرار داره. یکی از بارزترین ویژگی‌های این مسجد گنبد اونه که برخلاف بسیاری از مساجد دیگر مناره نداره. یکی از ویژگی‌های بارزی که این مسجد داره بازتاب صدا در اون هستش. اگر در یک نقطه خاص در یک طرف مسجد بایستید، صدای شما به وضوح از طرف مقابل حتی با زمزمه آروم شنیده میشه. دوستان عزیزم، اگه از ویدیو لذت بردید، ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال ما رو دنبال کنید و حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. ممنونم. One piece, 5 pieces. Yes. How much $4. Ne diyorsun? Çekilen ağaçların orada